به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. قرآن عظیم الشأن این کتاب الهی، این کتاب آسمانی، کتابی که همه گفته هایش حقیقت مطلق است، کتابی است که برای انسان همه معلومات ضروری را که در رسیدن به سعادت و نیکبختی در دنیا و آخرت نیازمند است پیشکش نموده است. کتابی است که یکی از نامهای آن الفرقان، یعنی کتاب جدا کننده، جدا سازنده میان حق و باطل، میان راه سعادت و راه شقاوت، میان حلال و حرام، میان اوصاف نیکبختان و تیره‌بختان جدا سازنده است. این کتاب عزیز و حکیم مردمان را در مناسبت با پند و اندرزهای قرآنی، در برخورد کردن با وحی الهی به سه صنف جدا کرده است. صنف یکم، گروه اول، کسانی که به شنیدن پند و اندرز قرآنی و دینی میل ندارند، به چنین موضوعات توجه هم ندارند، چون که دنیا و مشغولیت های آن چنان ذهن و قلب آنها را پر کرده، برای شنیدن قرآن و پند قرآنی و پند دینی و ایمانی وقت هم ندارند و توجه هم ندارند. چندان برایشان این موضوع ها مهم هم نیست. در هر نشسته، در هر مجلس، در هر صفحه، در هر کتاب سخن از ایمان و تقوا، از قبر و قیامت، از حساب روز آخرت باشد، آنها دورترین مردمان از چنین چیزها، از چنین موضوع ها. قرآن کریم این گروه آدمان را، آدمانی که از گفته های قرآن در گریزند، شنیدن نمیخواهند، وصف دقیق نموده در سوره مدثر فرموده است: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. به آنان چی شده که از پند و اندرز قرآنی روی تافتند؟ آنها در نفرت و گریز از پندهای قرآن به مانند گورخرهای وحشی سخت رمیده هستند که از شیران می گریزند. آنگونه که این درازگوشهای وحشی از شیران چون احساس کنند که به آنها نزدیک شده سخت فرار می کنند، قرآن کسانی را که از گفته های این کتاب، از پند و اندرزهای این کتاب رو تافته اند و حتی گریز دارند، نفرت دارند، به این حیوان وحشی این تمثیل دقیق را مثل زده است. گروه دومی که مناسبتش با قرآن، با پند و اندرزهای قرآنی یک نوع از این طایفه فرق می کند، گروه هستند که قرآن را و پند قرآنی را، سخن ایمانی را می شنوند، اما تنها به گوشی سر می شنوند و این شنیده ها به قلبشان راه نمی یابد. و اگر تصادف افتاد اتفاقا در جای حضور نمایند، مجلس حاضر باشند که سخن از قرآن است و از دین و از شریعت است، گوش می کنند اما نه به مقصدی به آن عمل کردن، هم تو برای تسلی، برای وقت گذرانی تنها به گوشی سرشان گوش می کنند، در دلشان را برای پذیرفتن آن سخنها باز نمی کنند. درباره این طایفه نیز در قرآن آیه هست. خداوند عزوجل در سوره محمد صلی الله علیه و سلم فرموده: و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یعنی بعضی از منافقان کسانی هستند که به سخنان تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش می اندازند، در مجلس های تو حاضر می شوند، سخنان تو را گوش می کنند، اما نه به مقصد آن را پذیرفتن و به آن عمل کردن. و چون از نزد تو خارج شوند، بیرون روند، به یارانی که خداوند به آنان علم و دانش داده سؤال کرده می پرسند: محمد پیشتر چی گفت؟ از بس که به فرموده های الهی، به وحی خداوند قدر قائل نبودند، احترام نمی نمودند، آن را همچون یک سخن عادی می شنیدند، تنها به گوش سر، و از بس که قلبهایشان مهر زده بود و زنگار بود، این سخن به قلب آنها اثر نمی کرد و اندک وقت که می گذشت از آن سخنها در ذهن آنها یادی نبود. گروه سومی آدمان، آنانی که مناسبتشان با قرآن درست است، برخوردشان با قرآن، با وحی الهی برخورد صحیح است،
کسانی هستند که قرآن را هم به گوش سر و هم به گوش قلبشان گوش می اندازند. قرآن را پیام پروردگار، امر و نهی خالق آفریدگارشان می دانند و سفارش های قرآن را بالاتر از سفارش هر کسی دیگر می شناسند و آن را همچون شخصی تشنه می جویند و می شنوند و مقصد از شنیدنشان نیز به آن عمل کردن است. خداوند عزوجل درباره این گروه آدمان در وصف این گونه بندگان سعادتمند در سوره زمر فرموده است: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. یعنی کسانی که سخن حق را، سخن نیک را، سخن هدایت را میشنوند، میپذیرند و به آن عمل میکنند. خداوند در ادامه در وصف آنها مژده داده گفته: اولئک الذین هداهم الله. این گروه آدمان کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت کرده و اولئک هم اولو الالباب و این نفران صاحبان عقل و خردند.